سلام دوستای عزیز، بازم خوش آمدید به یکی از ویدیوهای دیگر از یوتیوب چینل خودتان گرافیک لنگویج. دوستای عزیز، امروز طریقه لایتینگ بالای تصویر کار میکنیم که چه قسم لایتینگ اضافه کنیم. در قدم اول میم از قسمتی که میخوایم که لایتینگ اضافه کنیم اوجه را انتخاب میکنیم و بعدا سولید کالر را انتخاب میکنیم. زمانی که سولید کالر را انتخاب کردیم یک لیر دیگه بر ما اضافه میکنه و میریم از قسمت رنگا رنگش انتخاب میکنیم. بعد ماسک لیر انتخاب میکنیم و فیدرش زیادتر میسازیم به اندازه که لایتینگ ما کافی باشه. بعد از اون میایم کنترل جی کپی میگیریم. زمانی که کپی گرفتیم میریم کنترل آی میکنیم که لیر ما چیشه انورت کالر شه و بعد از اون باز دوباره میایم در قسمت پراپرتیزش میریم فیدرش زیاد میسازیم و همچنان رنگی را که میخوایم تبدیل میکنیم. با این شکل ساده ما میتونیم لایتینگی را که میخوایم اضافه کنیم و از میایم مودش کالر میگیریم، اردوش کالر میسازیم که تا رنگی که هست همون تصویرمون شفاف و نمایش داده شود و یک ذره میایم رنگ سرخ زیادتر میسازیم که بعد نتیجه کار ما به دست میاد. تشکر از این که با ما بودین و ویدیوی ما رو تماشا کنید. لطفاً